دوستان عزیز در میدان سرخ شهر مسکو حضور داریم با شرافت همین انسان نجیب حاجی رجب از دهه کزدان برای دیداربینی اهل دیار آمدگی‌اند. بسیار یک شخصیت بزرگ، شخصیتی که برای دیار کزدان زحمت ها کشیدند. حاجی نه یک سخنهای خوب برای مردم تاجیکستان کنید حاجی، که این چیزی که تاریخ بمیمونه، این ثبت خودم حاجی وای بنه باز هم از فرصت مناسب استفاده برده خلق عزیزم را به 32 سالگیش تبریک میگم. خدا کنه که تاجیکستان عزیز ما هر وقت پیشرفت دنیا شود. خدا خواهد پیشرفت دنیا میشود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خدا خواهد تا دنیا باشد، تاجیکستان زنده باشد، دنیا تین شود. دنیا تین شود، همسایه تین باشه، ما تین هستیم. البته البته. خدا کنه که همین که هر وقت با سر بلند همین تینجی دولت استاد شما شویف تینجی دولت ما استفاده برده میمون اکازون اومدگی اکازون گشت مسکو کرده شدیم. روسیه ولی که درجه و بل یک بودید ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. من حاجی که سایدگاش معقول شدن حاجی تازه خود کودشک اومده میدان سرخ و گشتم حاجی جان. با شرافت شما زنده باشه حاجی، زنده باشه. آدمای بامیر با عقوبت زنده باشه حاجی، زنده باشه. این نیکی از دل نمیرود. این نیکی این همه نیکی هست. زنده باشه حاجی، زنده باشه.